رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث است که حضرت سلمان روایت میکنند و این حدیث ابن خزیمه و نسائی و از محدثا روایت کردند و مردم خطاب کردند. آخر ماه شعبان بود، شاید مثل من همین روز بود که ما الان حضور داریم. حضرت سلمان میگه آخر ماه شعبان بود، پیغمبر خدا در مسجد درباره رمضان و فضائل رمضان و فضائل روزه ماه رمضان به ما یک صحبت خیلی مفصل کردن. در آغاز خطبه شعبانیهشان حضرت به ما بیان کردن، گفتن ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم مبارک. ای مردم آگاه باشید و بدانید که شما در آستانه یک ماه خیلی بزرگ و با برکت قرار دارید. به خاطر آن رسول اکرم ماه رمضان ماه عظیم، ماه بزرگ گفتند، زیرا خداوند در این ماه بزرگترین کتابهای آسمانی را که قرآن عظیم الشان است، از بزرگترین مأخذ و سرچشمه ها که لوح المحفوظ است و واسطه بزرگترین فرشته هاست که جبرائیل علیه السلام است و بر بزرگترین پیامبرهاش که پیامبر آخر الزمان پیامبر ما محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم است نازل فرمود. و باز حضرت این ماه مبارک گفتن، ماه پرفیض و پربرکت گفتن، به خاطر که خداوند در لحظه های این ماه، نه تنها در ساعتهاش، نه تنها در شب و مثلا روزهاش، هفته هاش، بلکه در لحظه های این ماه اون فیض و اون برکت و اون اجر و پاداش را معین نموده است که در دیگر ماه های سال چنین فیض، چنین برکت، چنین اجر و پاداش مزد در دیگر ماه های سال وجود ندارد. بنابراین در دوام آیت حضرت گفتن فیه لیلة خیر من الف شهر. این ماه گفتن یه شب خیلی با مخصوص داره است که اون شب قدر میگن. اون شب قدر گفتن اونقدر قیمت دارد، اونقدر ارزش دارد، اونقدر برکت دارد که عبادت یک شبه آن برابر است با عبادت 1000 ماه. که 1000 ماه وقتی ما به سالگردانیم، چون که عزیزان برگرداندیم، زیاده از 84 سال و 30 ماه می شده است که یک عمر کامل یک انسان، کم انسانی است که همینم با عمر 84-85 دارد. در یک شب شما می توانید 84 ساله عبادت اجرش، پاداشش، ثوابش حاصل نمایید. که این شب با قدر، این شب مثلا طلایی فقط و فقط در ماه رمضان است، مخصوص ماه رمضان است، نه در دیگر ماه ها. اما یک نکته باید بدانیم که این شب یا این ماه رمضان چرا چنین قدر و قیمت در پیشگاه خداوند و در تاریخ اسلام و در قاموس اسلام دارد. به خاطر که این شب نزول قرآن است. اگر قرآن نمی بود شاید شب قدر هم نمی بود. اگر قرآن نمی بود شاید رمضان اون فیض و برکت و عظمت و برکت که الان برای ذکر کردیم نمی داشت. رمضان که اینقدر با بهترین ماه سال شد و شب قدر که اینقدر شب بزرگ شد که برابر 84 سال است یک شب، به خاطر نزول قرآن است. البته نه تنها قرآن بلکه همه کتاب های آسمانی، از صحیفه های حضرت ابراهیم گرفته و تورات حضرت موسی و زبور حضرت داوود و انجیل حضرت عیسی، همش در ماه مبارک رمضان نازل شده است. همه کتاب های آسمانی طبق حدیثی که امام احمد روایت میکنه از رسول اکرم، هر 4 کتاب مکمل الهی و با اون صحیفه هایی که به حضرت ابراهیم آمد، همش در همین فاصله یک ماه مبارک رمضان نازل شد. اما قرآن عظیم شد در همون شب قدر، که این شب قدرم بنابر روایت ها، بنابر دلیل یقین آور، یه شب معینی ندارد.
بله 27 ماه شعبان شب قدر میگم، این بنابر غالب بیگمان است، بنابر غالب روایت هاست که ما 27 رمضان شب قدر میگیم. به خاطر چی این شب خداوند در بین این شب قدر در بین این 30 شبهای رمضان پنهانش کرد؟ به خاطر که ما هر شب رمضان برای خود شب قدر دانیم. و حضرت مولانا میگه در این شب، در این ماه، بجز این ماه هست پنهان، یعنی در ماه رمضان، و یه ماه زیبای میگه در خیرگاه رمضان میگه پنهان است. بجز این ماه هست پنهان، نهان چون ترک در خیرگاه روزه. یعنی در خیرگاه ماه مبارک روزه خداوند یه ماه نازنین را پنهان کرده است که او شب قدر. بدان ماه ره برد هر کس که آید، در این ماه خوش به خیرمنگاه روزه. اون ماه نازنین شب قدر میگه او بنده بتواند به دست بیارد، حاصل بکند که در خیرمنگاه ماه مبارک رمضان با کمری بسته و میدان بیاد، یعنی عبادت کند، طاعت کند. از این خاطر هر بنده مومن وقتی که ماه مبارک رمضان می شود باید خودش آماده کند برای استقبال این ماه و برای مثلا تحملی. البته مشقت دارد، روزه مشقت است. حکمت مشروعیت روزه رمضان دادرای عزیز، یکیش یک ابتلای الهی است یا امتحان و سنجش خداوند است که ما بنده ها را سنجش میکند. در چی موضوع سنجش میکند؟ در باب فرمان برداری، اطاعت، که آیا این بنده ها واقعا بندی من هستند یا بندی نفس هستند یا بندی شیطان هستند. من برای اونها قرآن خداوند، البته روزه با نص قرآنی ثابت شده است، استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. خدا میگه روزه بر شما فرض شد، بنابراین با نص قرآنی با امر الهی روزه فرض شده است. اینو پیغمبر خودش فرض نگردانده است. یکم شرایط اقتصادی و اجتماعی که زمانهای شوروی میگفتن گرسنگی بود و قحطی بود، بنابر خاطر همین حکمت میگه حاکم ها روزه فرض گرداندن تا اینکه از این بحران گرسنگی و قحطی و خشکسالی مثلا مردم نجات دهند. نه، اینطور نیست، بلکه در تمام ادیان الهی روزه همچون یک عبادت شناخته شده بود. دوام آیت خودمون کما کتب علی الذین من قبل، روزه همچنین فرض بود در دین حضرت موسی هم، در دین حضرت عیسی هم، اما نه به این کیفیت، نه به این مثلا احکامی که در دین ماست، یا نه مخصوص در ماه رمضان. بله روزه های اونها شاید شمارش هم کم بود یا بیش بود، اما فقط در 30 روز ماه رمضان روزه داشتن با این کیفیت و احکامی که الان هست، این خاصی مثلا شریعت مقدس اسلام است. یه حکمت مشروعیتش گفتم این ما رو امتحان میکنه خدا در باب فرمان برداری که بنده ها تا چه حد مطیع فرمان من هستن. علاوه بر این عبادت روزه با فایده های خیلی زیادی دارد، فایده های مثلا بهداشتی دارد، فایده های اجتماعی دارد، فایده های مثلا خلاصه زیاده را کتاب علما برای فایده های روزه ذکر میکنند. ها بهداشتی، تندرستی خودش همین معنای فایده هاشو دارد. خوب خلاصه کلام از همه بالاتر فایدهش گفتم همین فرمان برداری است که بنابر در دوام آیه خداوند گفت که من روزه را برای شما سال مثلا 365 روز یا 360 روز فرض نکردم، ایام معدودات، چند روزی به شماری است که مجموعاً گاه سال 30 روز میشه، گاه سال 29 روز میشه، از این زیاد نمیشه. روزه فرضی همین مقدار است. همین هم خدا میگه به خاطر چی من فرض گردانیدم؟ به خاطر که شما تقوا حاصل کنید. تقوا معنیش چی است؟ تقواش فرمان برداری از امر و نهی خدا، یعنی هر چی خدا گفته است بکن اجرا میکنی، هر چی خدا گفته است نکن خودداری میکنی، شما میشید متقی. خلاصه تقوا یه ملکه است که هر انسان وقتی این تقوا را حاصل بکند انشاءالله او انسان دیگر ملک صفت میشود، یعنی گویا که صفت ملکه حاصل میکند، فرشته خوی میشود. تقوا
فضیلت های خیلی زیادی داره. اگر شما به قرآن مراجعه کنید همه جا خداوند بهشتی ها میگه کسانی هستند که اهل تقوا هستند. ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و عیون. آیه های قرآن سرشار از وعده ها به بهشت برای متقی ها. متقی شدن با تقوا شدن اونقدر کار دشوار نیست. دادرای عزیز گفتم همین که شما در زندگی روزمره خود پابند امر و نهی خدا باشه شما میشید متقی. از حرام های الهی، از معصیت گناه های کبیره پرهیز کنید، فریضه ها و واجبات شرعی را به جا بیارید شما میشید متقی. با این وعده های قرآنی مثلا چی؟ شما مشرف میگردید. خوب در طول این یک ماه ببینید خداوند یه چیزایی که برای ما قبل از ماه مبارک رمضان حلال و مباح بود از برای خاطر امتحان بر ما چی تحریم میکند روزها. من الان نیا کن هر چی خواهیم میخوریم روی این میز، هر چی خواهیم مینوشیم، اما فردا همین ساعت برای ما این خوردنی ها حرام است. اگر خوریم گناهگار میشیم، گناه کبیره. حتی اگر قصدن بخوری پیغمبر خدا گفتن یک عمر بعد از این شما اگر رفت و قضای همون روز دارید اون روز فضیلت در نمیابید. کسی که یک روز رمضان به عذر شرعی میخورد یک عمر قضا روزه دارد فضیلت اون یک روزه در نمیابد. به خاطر چی؟ به خاطر که اون روزه که ما روزه رو به حرمتی کردیم و خوردیم دیگر گذشت و بر نمیگردد. چرخی فلک نمیشونیم ما تغییر بدهیم و همون روزه رو که فلان تاریخ بود برگردانیم و از نو روزش گیریم. بنابراین بعد از این چقدر روزه که گیره قضای او رو میگیرید. یک عمر تا روز مرد گفتن همون روز قضایش بدارد ثواب اون روزی ادایی رو در نمیابید. از این خاطر نباید بنده مومن روزی ماه مبارک رمضان و غفلت گذارن. خشا به های کسانی که این ماه که ماه رحمت ماه مغفرت استفاده میبرد و در این ماه مثلا خودش شستشو میکند. یکی از حکمت های دیگری مشروعیت شمینه تزکیه نفس است، پاکسازی نفس. یعنی انسان در اثر روزه اونچنانه که جسمش پاکسازی میشه بعد ببینید در اثر روزه آدمی که قند باشه قندش میفرد، کلسترولش بالا باشه کلسترولش پس میشه، فشار داشته باشه فشارش هم پس میشه. همه در ماه رمضان خصوصا بیماری داشتگی فایده میکنن. چنانه که جسممون پاکسازی میشود شستشو میشود روحمون هم شستشو میشود. همین دانید روح انسان هم مانند جسم کثیف میشود آلوده میشود باید این شستشو کرد. پیغمبر خدا گفتن در اسلام ما چند حمام داریم برای شستشوی روح. یکی 5 وقت نماز حمام هر روزه. هر روز شما وقتی که وضو میکنید و نماز میخونید هم جسمتان میشوید و پاک میسازید هم روحتان در اثر عبادت و راز و نیاز مناجات با خدا پاکیزه میشه. دویم حمام ما حمام هر هفته نه است، یعنی نماز جمعه. وقتی که غسل میکنیم روز جمعه برای خاطر ادای مثلا نماز جمعه مسجد میروید گناه هایی که مثلا در اثر این هفته با نمازها کفارت نشده است با نماز جمعه و با استماع خطبه و با قدم زدن در راه مسجد این گناه ها شسته و پاکیزه میشه. با داریم حمام سالانه. حمام سالانه ماه مبارک رمضان است. اون گناه هایی که در طول سال گذشته تا این سال در اثر نمازهای 5 وقته و در اثر نمازهای جمعه هم اگر رفت و پاک نشده باشد در اثر طاعت و عبادت و ریاضت و شب زنده‌داری های ماه مبارک رمضان اون گناه هم شسته و پاک میشد. با داریم حمام یک عمره. حمام یک عمره این حج است که پیغمبر خدا گفتن کسی اگر حج کنه من حج فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. کسی که حج اگر رفت و مثلا با شرایط کاملش به جا بیارد حج مبرور کند حج مقبول کند گویا مثل یک طفلی که از مادر به دنیا می آید از گناه پاک و پاکیزه میشه. این خلاصه این حمام های شرعی به خاطر پاکسازی و تزکیه نفسی مثلا روح انسان است. از این خاطر ماه مبارک رمضان بنابراین یک فرصتی خوب برای تزکیه نفس است. همچنانه که در این ماه مثلا آدم هایی که عرق نوش هستن از عرق نوشی دست میکشن، زناگار هستن از زناگاری دست میکشن، مثلا فرض میکنن حرامخور هستن از حرامخوری دست میکشن.
و از این اخلاقهای رذیله، از این صفات رذیله خوشانه، مثلا از این کردارهای زیست خوشانه نگه می‌دارند، همچنین باید در این ماه اخلاقمون، اخلاق رذیله، صفات رذیله هم باید از خود دور سازیم. بنابراین یک کسی مثلا زبانی بد دارد، در زبانش همیشه مثلا حقارت و دشنام است، یا در زبانش مثلا غیبت و بهتان است، یا خلق بد داره مثل حسد خوردن دارد، یا چشم چرانی عادت دارد. باید در ماه مبارک رمضان این روزه را، اینها را باید ما از بین بریم. با چی؟ با روزه. روزه نباید روزه مثلا فرج و شکم باشد. برای عزیزان روزه را 3 تقسیم میکنم، لیکن روزه مثلا فرج و شکم، بسیار مردم همین نوع روزه دارد. این فقط فرجش روزه میگیرد، بازنش هم خوابیدن دارد، شکمش روزه میگیرد، از خوردن و آشامیدن خودش نگاه میدارد. دیگر اعضا و جوارح او روزه ندارد. یعنی با چشمش گناه میکند، با گوشش گناه میکند، اون چیزی که نادیدنی است در شریعت میبیند، اون چیزی که ناشنیدنی است در شریعت گوش میکند، با دست و پاش خلاصه با جوارح و اعضاش گناه میکند، با زبانش البته ناگفتنی ها رو میگوید. این آدم روزش البته روزه ناقص است، روزه مقبول نیست، روزه پذیرفته نیست. اینو باید هر کس داند. آره فرض از گردنش ساقط میشود، همین ماه مبارک رمضان فرضی روزه از گردنش ساقط میشود، قضای این رمضان بر او لازم نیست. یه شخصی همین طریق روزه گرفت، فقط روزه فرج شکم گرفت، البته دیگه این قضایش لازم نیست، اما از اون فضیلت هایی که ماه مبارک رمضان دارد محروم است. که این ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه آزادی از آتش دوزخ است، ماهی که مثلا نفس های مثلا روزدار در حکم تسبیح هست، خوابش در حکم عبادت است، بوی دهان ناخوشش نزد خدا از بوی مشک خوشبوتر و مقبولتر است. از این فضیلت ها چی میشود؟ محروم میشود. بنابر همین نباید ما روزمان محدود کنیم بر این روزه فرج و شکم. نوع دوم روزه عزیزان میگن همین است که آدم روزدار علاوه بر فرج و شکم با تمام جوارح و اعضا و اندامش روزه میگیرد، این چشمش هم روزه میگیرد. بنابراین منظره های معصیت و گناه رو با چشمش نگاه نمی کند، چشم چرانی هم نمی کند به زنای نامحرم، گوشش هم روزه می گیرد. این نوشونیدی ها اون چیزهایی که از نظر شریعت شنیدنش حرام است در ماه مبارک رمضان خودداری می کند. دستش هم گناه می کند که مثلا نامحرم دستش با شهوت نمی رساند، پاش هم گناه می کند که جانب معصیت نمی رود. این نوع روزه این روزه مقبول است. اون ثوابهایی که پیغمبر خدا وعده داده است برای روزه‌دارها شامل حال چنین روزه‌دار است که با تمام جوارح و اعضا روزه میگیرد، با چشم و با گوش و با همه اعضاش، با زبانش و همه مهم زبان. حالا بعضی‌ها زبان گناه‌های زبانی را خیال میکنن حساب ندارد، کتاب ندارد. یه وقت پیغمبر خدا گفتند که پدر روز قیامت گفتن شما میدونید که مفلس کی رو میگن؟ تهیده است. من المفلس گفتم. حضرت سوال کردن صحابه گفتن یا رسول الله نظر ما مفلس اون شخصی که من لا درهم الله ولا دینار، حدیث بخاری است. این نظر ما گفتن یا رسول الله مفلس تهیده است، انسانی است که در کیسش نه درهم دارد نه دینار نه پیسه هیچ ندارد، خالی است. تهی گفته باید خالی رو میگم. و حضرت گفتن بله اینم مفلس هست، ولی مفلس حقیقی این نیست. مفلس حقیقی گفتن اون بنده است که روز قیامت وقتی که حساب کتابش در بازار محشر در پیشگاه خدا در دادگاه الهی شروع می شود، خیال می کند طاعت و عبادت زیادی دارد، از نماز و از روزه و از حج و عمره و از خیر و صدقات و احسان، دلش پر که انشاءالله من در محاسبه در دادگاه الهی رها میابم، حکم بهشت رو میبرم. اما وقتی که مرافعه دادگاهی شروع میشه در محکمه عدل الهی، نگاه میکنه که دعواگرای زیاده از بالاش انتظارش دارد در نزد در محکمه بخوان از بالاش دعوا بکنه. چی دعوا؟ یکی رو مثلا در دنیا ضرب و لط کرده است، یکی رو مثلا غیبت و بهتان کرده است، یکی رو زخمی زبان زده است، حقارت و دشنام کرده است، خب یکی رو مثلا مالش خورده است، خلاصه یا یکی رو خونش ریخته است، یکی رو مثلا خیانت کرده است، خلاصه همین کارها. البته خبرکشی این حکم امینار دارد، خیانت است و مثلا ظلم است.
بس یک خداوند این دعواگرها رو میدونه است، از بالاش دعوا میکردن. من میگفتم خدا آبروی منو در دنیا تهمت کرد، من بود یا مثلا منو غیبت کرد در بین مردم، منو بی آبرو کرد. خدا من در دنیا حق خودم از این نگیر، نستاند. این رو از تو پروردگار طلب دارم که حق منو از او بستان و داد من برس. خدا میگفته به اندازه اون نقصان روحی روانیه که یا که مثلا آبرویی که در این دنیا به این رسانه بوده است، از نمازاش، از طاعت عبادتش به او بگذرانه. برای مثلا یک تهمت شاید یا هفتینه نماز عبادت یا ماه نماز عبادت میگذارند. همین قسم خلاصه برای مال و برای ظلم و برای همینا و ثانی نامه اعمالش خالی میشده. دیگه نگاه میکنن چیزی در نامه اعمال از ثوابهای حاصل کردش باقی نمیمونده. و خداوند با نگاه میکنن دعواگرها هنوز هم باقی است، حالی تمام نشده است. و دعواگرهای ثانی را حسابش خدا چگونه با برابر میکرده است؟ میگفته گناه های اونها رو در نامه اعمالش بگذارانید. و ثانی به اندازه دعواهای اونها، گناه های اونها در نامه اعمال این ظالم گذرانده میشده است. خب بعد از این حکم آخر، حکم نهایی از محکمه الهی صادر میشده است، میگوید همچنین به جهنم. وقتی رسول اکرم این حدیث گفتن، صحابه ها در تعجب شدن. گفتن رسول الله آیا ما برای خاطر همین حرفایی که از زبانمون میبره نزد خدا به مؤاخذه میشیم؟ حضرت گفتن که و هل یکب الناس علی مناخرهم فی جهنم الا حصائد السنتهم. گفتن هیچ میدونه؟ گفتن اکثر مردم روز قیامت در قعر جهنم سرنگون میسازد انمین گفتارهاشون، انمین زخم زبانهاشون، انمین غیبت و بهتانهاشون، انمین نمامی و خبرکشی هاشون. این خیلی اینا حساب کتاب دارن روز قیامت. بنابر خاطر همین و از زبان بنده مواظب باشد. و حضرت مولانا روم مکو این سخنهای چمار و کژدمت مار و کژدم میشود بیردمت روز قیامت. اینها مار و کژدم میشود. بنابراین بنده مومن باید زبانش مواظب اعضاها. این اعضاها حضرت سعدی در بستانش میگه یکی گوش کودک بمالید و سخت که ای بوالعجبگوی برگشته بخت، تو را تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مردم بکن. حضرت تمثیل میزنه، یا موسفید میگه یا پدر بچه‌ش تغییر داد گیره از صحرا هیزم بیار، اما رفت دیواری همسایه رو کن و گوش تاب داد، گوش مالش داد. خب من تو رو برای خاطر کار خیر این اسباب دست داریم، این ابزار دست داریم تبرم. این تمثیل حضرت سعدی برای چی میبره؟ برای این اعضاهایی که خدا به ما داده، ای چشم، ای گوش، ای زبان، اینها هم خدا مثل اون تبر در دست ما داده است. از اینا باید ما استفاده خوب بریم. یا برای من میگه زبان آمد از ذکر، از بحر ذکر و سپاس و غیبت نگرداندش حق شناس. این خداوند زبان رو برای آن داده است که ما خدا رو حمد گوییم، سپاس کنیم، یک کار خوب زندگی رو پیش بریم، نه اینکه مثلا زخمی زبان با مردم زنیم یا غیبت و بهتان و خبرکشی برای آزار مردم کنیم. بنابراین هر کدام اینها روز قیامت حساب کتاب داره. اما در ماه مبارک رمضان یک فرصت خیلی خوب است برای اینکه ما خودمان از این صفات رذیله، از این بدزبانی، از این چشم چرانی، از این گوشت چرانی، خلاصه وقتی که با تمام اعضا ما طول این یک ماه که این اعضاها رو در کنترل خود گرفتیم و روزه داشتیم، شاید ملکه برای ما حاصل می شود که همین میتونیم در 11 ماه دیگری سال کم کم مثلا چه عملش کنیم. اگر رفت همین ما تونیم در تمام عمر ما حفظ بکنیم، انشاءالله ما یک انسان میشیم که هم خدا از ما خوشنود و راضی است، هم خلق خدا از ما خوشنود و راضی است. روزی که از این دنیا که رفتیم، همه انشاءالله برای مرگ ما اشک دیده میریزن و تحسین آفرین میگیرن. به قول سعدی میگه چنان زی که ذکرت به تحسین کنن چه مردی، نه بر گور نفرین کنن. انا طور زندگی کن که آدم ها بعد از مرگ میگه تحسین آفرین کنن. برای این خلق خوب داشتن در کاره. خلق خوب با چی حاصل می شود؟ با صفات رذیله را از خود دور کردن، در جای او صفات فضیله را، صفات خوب و مثلا جایگزین کردن است. یکی از برنامه های مبارک ماه مبارک رمضان این همین است که ما باید اخلاق خوب حاصل کنیم، اخلاق ملکی. البته قرآن عظیم الشأن و بعثت انبیاء یه هدف شمین است. برای رسول اکرم در یه حدیث گفته بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حدیثی صحیح است.
من گفتم از جانب خدا به مقام رسالت و پیغمبری فرستاده شدم، مبعوث شدم برای کامل کردن اخلاق حسنه، تا اینکه اخلاق کامل بر رسول اکرم ما باید مقتدا، الگو، نمونه در اخلاق باید دانیم. معلم اخلاق ما است. قرآن هم خدا وقتی که برنامه های رسالت بیان میکند، یکمش خدا میگوید یزکیهم، دوم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یکم برنامه که پیغمبر به او فرستاده شده است تزکیه نفس، پاکسازی نفس استفاده داره. دوم تعلیم، بالا بردن سطح معلومات. حتی تزکیه نفس در قرآن در چند آیات ها بیشتر مقدم بر تعلیم میبیارد. پاکسازی نفس مقدم بر تعلیم است. برای چی؟ برای که عالمی که نفس پاکیزه نداشته باشد، تزکیه نفس داشته باشد، و همون گفته بدگوهر را علم و فن آموختن دادن این تیغ است به دستی راه زن. او علم برای تیغ میشه. از این خاطر حتی تمثیل میزنم، من میگم ظرف میگه اگر ناشسته در داخل شیر گیره در ها شیر چی میشه؟ فاسد میشه. شیر بریده و ایران میشه، فاسد میشه. اول ظرف پیش از آن که شیر گیریم تازه میشویم، بعد داخل شیر میریزیم. انسان هم مانند همون ظرف است. بنابراین قبل از آنی که ما علم جامع کنیم باید تزکیه نفس داشته باشیم، باید نفس پاکیزه کنیم، نفس باید از صفات رذیل دور کنیم. بنابراین در اسلام، در مدرسه های اسلامی، در برنامه های تعلیمی رو در کنارش برنامه های مثلا تزکیوی هست، پاک اخلاقی، که هر دو دوش به دوش میرود. بنابراین عالمی که از مدرسه های اسلامی میبرد و البته معلم اخلاق هم میشود، نه تنها معلم علم مثل سعدی، مثل حافظ. ببینید تا امروز ما حکمت های اونها را برای تربیه اخلاقی، برای تربیه مثلا فرزندامون استفاده میبینید، چون اینا از چنین مدرسه برآمده هستند. انا ماه مبارک رمضان یکی از این مدرسه هاست که ما را مثلا چه پاکسازی میکنه از صفات رذیله. باید هر بنده حرکت بکند، همون تقوایی که در ماه مبارک رمضان حاصل کرد در 11 ماه ادامهش دید. نشد که ما بنده رمضانی شدیم. بسیاری بنده ها رمضانی هستند، یعنی رمضان خدا را عبادت میکنند، خیال میکنند خدا فقط در رمضان برگردن ما حق دارد، یا مثل بعض رئیسای جمهور بارین در ماه رمضان ماده حاکم است و پادشاه است، بعد که رمضان تمام شد دیگر کرسی معبودی و حاکمی گویا که خدا میرود، بنابراین تا رمضان دیگر با آزاد میشه به بنده بار. توبه های در رمضان کرده شد بعد از رمضان میشکنن با آلودگی، با معصیت گناه. اینهایی که توبه شکن هستن بدانن که بله روزه گردنشون ساقط شد، فرض ساقط شد، ولی اینها هیچ بهره از این رمضان نگرفتن، گویا که خالی برآمدن. از این خاطر بنده مومن نباید رمضانی باشد، باید رحمانی باشد. بنده رحمانی شد، نه بنده رمضانی. یعنی همین تقوایی که خدا گفت لعلکم تتقون، ثمره و میوه مثلا رمضان تقوا و پرهیزگاری و مثلا فرمانبرداری است. باید همین ملکه را در تمام سال باید بنده مومن حفظ کنه. انشاءالله حفظ کردی این رمضان روز قیامت شافع ما میشه. این قرآنی که شبها در تراویح گوش میکنید فقط روز قیامت شافع ما میشه. حتی در حدیث های پیغمبر خدا گفتن وقتی که یا بنده مومن خدا محاکمه میکرده است در دادگاه، رمضان و قرآن خداوند به صورت یه ملائکه مجسم میکرده است که اینا در محکمه سفید کننده میشن از ما. گفتن خدا منعته النوم، قرآن میگه خدا من شبهای رمضان این از خواب منعش کردم، 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقت خود برای خاطر استماع من، برای گوش کردن من صرف کرده، از بحر خواب شیرینش گذشت. خدایا فشفعه فیه، من در حق این بنده شفاعت قبول کن، من شفاعت میخوام این خدا ببخش. رمضان هم میخیسته است به حیث سفید کنم، بنوی خدا من اینو در ماه رمضان از خوردن و آشامیدن و از مثلا لذت‌های دنیوی محرومش کردم، بازش داشتم، خدای شفاعت من، خداوند فیشفعانی، شفاعت قرآن و رمضان قبول میکرد. اما کسی که ماه مبارک رمضان حرمتش به جا نآورد، این ماهی مثلا رحمت و مغفرت و به معصیت و غفلت گذرانید، شب قدرش که خود شب بزرگ است مانند شب قبر به خواب غفلت گذرانید، اینا روز قیامت البته از بالاشان قرآن و رمضان سیاه کننده میشود، نه سفید کننده، سیاه کننده، یعنی دعواگر میشود، خصم میشود به تعبیری.
پیغمبر خدا. ولی یک مثلا شخص فرشته ها، این هم حدیث آمده است، جانب دوزخ میبردیان، یکی پیغمبر خدا رو میبودست در مثلا تخت ششتگی پیش پیغمبر خدا رو خودش میاند، خدا رسول خدا رو دعوت میکنه، مناجات میکنه، خدایا من امت تو هستم، در دنیا تو رو پیغمبر میدونستم، من برای تو صلوات میفرستادم، من الان فرشته های دوزخ به دوزخ بردش دادم، خدایا پیغمبر خدا از خدا در حق من شفاعت کنه، من از دوزخ نجات ده. حضرت دلش مهرش محبتش جوش میزد است برای امتش که از جانب خداوند خطاب می آمد، از فرشته می گفت که پیغمبر خدا اینو میدونی دعواگراش کیه، کی از بالا این دعوا دارد؟ رسول اکرم می گفت که رمضان و قرآن. این کسی است که در دنیا نه حرمت رمضان رو به جا آورد، نه حرمت قرآن رو به جا آورد، به حرمتی به هر دو کرد. رسول اکرم بعد چی می گفت؟ وقتی که میفهمید است که این بنده هم تو بنده بود است، گفت است انا بریء ممن کان خصمه قرآن، من بیزار هستم از اون امتی که دعواگر او در روز قیامت قرآن و رمضان است. بنابر خاطر همین اگر این ماه یک ماه طول همین یک ماه این رمضان بر خاندان ما مثلا چه مهمان هستند، اگر احترامش به جا بیاریم انشاءالله روز قیامت از شفاعت قرآن و رمضان ما داخل بشیم. لیکن به جا نه آوردیم، روزه خوردیم، در این صورت یقین بدان که ما آدم شقی هستیم، برای که پیغمبر خدا در یک حدیث صحیح دیگر گفتن و شقی من حرم رحمت الله فیه، بدبخت اون انسان است که از رحمت خدا در این ماه محروم میموند، خودش از این فضائل این ماه پرفیض پربرکت محروم میسازد. بنابراین دعا کنیم خداوند این ماه برای همه ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه آزادی از آتش دوزخ بگرداند، از شفاعت قرآن و رمضان خودمان و اهل بیتمان و خداوند با نصیب و برخوردار گردان، فرزندانمان خداوند مثل خودمان بنده های رحمانی گردانند، نه بنده های رمضانی که در طول سال خدا را مثلا چی با اون تقوایی که در ماه مبارک رمضان حاصل کردیم عبادت کنیم و طاعت کنیم برحمتك یا ارحم الراحمین.